به هلکفتا بورین 118 سالان لسر چاپکرنا یکمین روزنامه‌گریه کردی روژا 22 نیسان وکو جشنا روزنامه‌گریه کردی تناس کرن. به وی بونه پارتیا یکیتیا کردی لدیره که او روش ببیر آنی. ام رجعها روشکی گلکی گرنگاج محمیاره رجع ولده ام دنگی راز گرن کبلاتی کرد چونکی ظلم گلکی سرمهایا ام خوازن متخواست ایرو ام ملاتی ها گلکی بگی هب خاطره ام بیجن ام ککرد امی قلم خواه راست دنگی خواه راست درک نجدر و شرنگی بی و چاوی اب سالا بری گلک عنصانی ما گو پی وجدان و قلم خواه راست درکتین ایش خوارن به سورا سوریه عامتا یا کردی خاصه جویا که کیفا مجال کی خواست انه ام بلاد رینه و ام بیرانینا به روزا گرینگ جیبکن. درباره روزنامه‌گریه کردی در نیرین جدا دنوا چالاکیه ده هاتن داین. نویسکارک جی دبیجه روزنامه‌گریه کردی دنوا ازمون کیده پیشبین دکه دمن بیده مرجن پیشکتنا روزنامه‌گریه کردی و ورن بجی کرن. مبنر روزنامه‌گریه جهانی ها آسن بلند. اوجی سرخابونه وگیره دایا به سرخابون است آبوری وگیره دایا پیشکتنا جواگی وگیره دایا امشی بجنم که کرد مسئله روزنامه‌وانی هر جمع ام ازمون کار نودنه و زیگه و ازمونی داشت بجم ام هویدارن و ام بگن آسکی باش روزنامه‌گریه کردی و دکور جواگا کردیش نهاد بیشی گلک تبلیغی هیا. روزنامه‌وانکی آستانگین دریا روزنامه‌گریه کردی دا آنی زمان. او دبیجه پیویسته کورس و ورکشوپن جبو فیرکرن راگاندنه جبو کسن چالاک دنا و روزنامه‌گریه کردی ده ورن پیشکش کرن جبو راکرن آستانگیه. تشتي سلبيات جنب راغاندا كردي يتعلق بمعايير مهنيته او طبعا هر كسي وقعني سر ميثاق شرف الصحفي مخابن كسب جهناينه شروط اساسي صياغه ده محتوى ده حتى مساله تصوير ده براستي جلك جهناينه زهيفيت كم يعني انا اعاده تاهيل ده دوري حتى الصحفيك وممارسه جيكر باعاده تاهيل دائما هبه وخوزي ام بشتجيريا باسازيك افسازيك وبشوفا شيتكن خورتي وجواني نون خاصه ابد سازين حزبي ده مع حزبي مؤسسات حزبي شغلن جبر حمو فيري مساله معايير صاحب راغاند یک جمر جن پیشکتنا روزنامه‌گریه کردی پیشکتنا حزب و رامان آزاد دنوا بارادوخه کی آزاد ده بروواجی وی که نهاجی روزنامه‌وان و روزنامه‌گریه کردی دبن شرط و مرجن هری زحمت ده کار روزنامه‌گریه لکردستان سوریه بریوه دبن. اسماعیل علی آرک دیرک